و ما میریم سراغ ثریا شهابی و همونطور که هفته گذشته هم با شما مطرح کردین، دادگاه اروپا 10 روز گذشته حکمی رو داد در رابطه با شکایت 2 زن محجبه از که در کشورهای اروپایی زندگی می‌کردند و به علت حجاب خودشون کار خودشون رو از دست داده بودند. اینها شکایت خودشون رو به دادگاه اتحادیه اروپا بردن و از اونا خواستن که در این مورد قضاوت کنه. در یک مورد حق رو به زن محجبه دادند و کارفرما رو به هر حال مجبور به پرداخت خسارت کردن، اما در مورد دیگر پذیرفتند که کارفرما اجازه دارد که از حمل سمبول‌های مذهبی حتی فلسفی جلوگیری کنه و این کار رو به کارفرما سپردند که در واقع کارفرما تصمیم بگیره که کارمنداش چه لباسی بپوشن، چه لباسی نپوشن و چه اندیشه فلسفی رو حداقل در سر کارهای خودشون مطرح بکنن یا نکنن. راست خب به هر حال از این قضیه خیلی استقبال کرد و همونجور که میخواست و اونها میخوان که تمام این سمبول‌ها در این سمبول‌های مذهبی اسلامی، در واقع مشکلشون با اسلامیست ها هست، ممنوع بشه و چپ اروپایی و در واقع غربی هم با این موضوع مخالفت کرد. این سوال رو با ثریا شهابی مطرح کردم و ثریا شهابی با ما این گونه صحبت کرد. اجازه بدید صحبتامو با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو شبکه زنان شروع بکنم و با خسته نباشید به تلاشات. اراده خودشون حجاب سر میکنن، حجاب نه برقه، چون برقه داستانش فرق میکنه، میتونیم جدا در موردش صحبت بکنیم. روسری اسلامی سر میکنن و یا سمبول های مذهبی تحت عنوان همه مذاهب و همه فلاسفه از این شروع کرده و ما میدونیم که مشخصا انگشت نشانه رو بعد از اون ماجرایی که شما بهش اشاره کردید، ممنوع کردن یکی و شکایت ها و اینا، انگشت نشانه رو به طرف جمعیتی دراز کردن که نشانه های اسلامی رو با خودشون به محل کار حمل میکنن. من مقدمتا بگم من طرفدار اسلام زدایی، مذهب زدایی تو همه محیط‌های کار و محیط‌های اجتماعی هستم. مذهب امر خصوصی آدم هست و توی مناسبات شخصی میتونن این به عنوان یه اصول اعتقادی بهش اعتقاد دارم. تا این مسئله به نظر من نه مسئله اسلام زدایی و مذهب زدایی، نه مسئله سکولاریزم، مسئله بی‌مسئولیت کردن دولت، بی‌مسئولیت کردن نهادهای قضایی در مورد حق آدمیزاد توی کشور اروپاییه. در نتیجه این رو سپردن به دست بازار، به مکانیزم های خود به خودی کارفرما دوست نداشته باشه. امروز به شما میگه که روسری اسلامی سرت، فردا میگه که این ستاره‌ای که به سرت زدی من احساس میکنم شما کمونیستی، یا از حرفات بوی فلسفه کمونیستی میاد، سوسیالیستی میاد و من دوست ندارم شما رو استخدام کنم. این از خود حق آدم که چه لباسی بپوشه سر کار و یا نپوشه به نظر من مخرب‌تره. این قانون یه نوآوریه که داره به نظر من ساختارهای باثبات تو خود کشورهای اروپایی رو مورد حمله قرار میده، داره دولت رو توی به عنوان تا جایی که امروز به اصطلاح تثبیت شده بود به عنوان نماینده شمول یکسانی قانون در مورد همه میکشه کنار و این رو میسپاره به جدال تو پایین و این خطرناکه. مسئله محروم کردن فرض کنید 500 تا 600 تا زنی که روسری سرشون میکنن سر کار نیست، گویین که اول اونا رو بخواد به اصطلاح مورد تعرض قرار بده. مسئله بی‌مسئولیت کردن دولت و مسئله تعرض به یک ثبات سیاسی حقوقی تو خود جوامع غربی و این به شدت خطرناکه. این از مسئله حجاب شروع میشه، به خاطر اینکه خب شما به عنوان یه شهروند اروپایی جلو چشمتون میذارن که توی ایران 2 نفر همین اخیراً حکم اعدام گرفتن، یکی به مقدسات قرآن و محمد توهین کرده تو شبکه مجازی و ضمناً به خامنه‌ای هم بعد گفته 16 سال زندان گرفته، به اسلام و قرآن بعد گفته حکم اعدام گرفته. در کنار غم‌کشی‌هایی که
توی فرانسه و بلژیک و انگلیس و ارتجاع اسلامی دستجات مرتجع اسلامی میکنن و بمب‌هایی که تو کنسرت و این ور اون ور میذارن و جامعه رو از ترس جامعه استفاده میکنن. یا گتوسازی‌های اسلامی که تو سوئد داریم و توی بعضی از کشورها داریم. توی آلمان پلیس شریعه رو انداختن یه جاهایی، اینا رو میذارن جلوتون و شهروند ترسیده اروپایی رو در مقابل این تغییرات ساکت نگه میدارن. کی میتونه سرزنش بکنه کسی رو که توی سوئد شهروند غیر مذهبی، غیر اسلامی، غیر سکولار و مدرن و حقوق برابر انسان ها معتقده توی سوئد و تو آلمان و تو انگلیس که ببینه که تو اون محله سر دختر بچهای کوچیک حجاب میکنن و مراسم ریش و قرآن خوانی و شریعه و این چیزا رو انداختن و شما جرئت نمیکنی از اونجا رد بشی. این شرایطی هستش که توش دولت‌های اروپایی میتونن از این سر که مسئله به اصطلاح امنیت جوامع اروپایی در مقابل تعرض دسترازی گتوهای اسلام زده هست، میتونن از این راه وارد بشن. تا ابعاد قضیه خیلی مخربتر از این هست. ابعاد قضیه اصلا داستان بر سر سکولاریسم و مذهب زدایی نیست، داستان بر سر باج دادن و آوانس دادن به راسته و سپردنش به مکانیزم های پایین. این میگم امروز روسری، فردا شما میگه که شما با طرف بغل دستید حرف میزنید، تبلیغ برابری و سوسیالیستی میکنی، شما فلسفی از نظر فلسفی کمونیستی و من بیرونت میکنم، استخدامت نمیکنم. قانون کار یکسان نداریم، حقوق بشر یکسان نداریم و این یه عقبگرد خیلی خیلی به مراتب خطرناکتری از این هستش که کسی تصور کنه که به اصطلاح اسلاموفوبیاست یا مسئله محدود کردن حق زنان از پوشش هست. امیدوارم تونسته باشم توضیح بدم. خانم شهابی، از طرفی میبینیم که چپ اروپایی و کلا چپ غربی وقتی اینجور مسائل پیش میاد طبیعتا خب رسانه‌های جمعی اینجا یک نفر از چپ میارن، یک نفر از راست میارن و این دو نفر رو در مقابل همدیگه قرار میدن، اینا بحث میکنن. بحث چپ اروپایی و راست معمولاً به طور کامل دفاع از اسلام و اسلامیست ها و به هر حال حجاب و حق حجاب و از اینجور داستان هاست. حق به این اسما که حق انتخاب لباس دارن، حق انتخاب مثلا عقیده دارن، آزادی مذهب هست، بدون اینکه اشاره کنن آزادی مذهب مستلزم غیر مذهب نداشتن هم هست، بدون اینکه مثلا اشاره بکنن که آیا اصلا ما چیزی به نام اسلاموفوبی، اون چیزی که شما اشاره کردیم بهش داریم، آیا ترسیدن از این تروریستا اسلاموفوبی هست و این یک پرچمی رو در اختیار راست میذاره و راست در مقابلش اون وحشت واقعی که در جامعه هست. شما خیلی حرف جالبی زدین، قبلا با هم صحبت میکردیم، گفتیم ما هیچ کدوم حاضر نیستیم که بچهای خودمون رو در این مناطق حاشیه‌ای به مدرسه بفرستیم. خب این واقعیت یک مشکل واقعی و عینی و مادی هست، اما چپ باش برخورد نمیکنه. این پرچم رو میده دست راست و راست این پرچم رو برمیداره. جای یک برخورد رادیکال این وسط خالیه. شما چگونه میبینید برخورد چپ اروپایی و غرب رو با این مسئله؟ به نظرم به مسئله خیلی مهمی اشاره کردید. راستش در غیاب چپی که مذهب زدایی و سکولاریسم و برابری انسان ها انقدر ماکسیمال باشه که بتونه مخالفتش رو با این گتوسازی ها و این جوامع موزاییکی حاشیه‌ای اسلامی و قومی و مذهبی و ملی توی اروپا بتونه به اینا تعرض بکنه، در غیاب اون راست میکنه. متاسفانه چپ اروپایی نه الان دهه هاست که به خصوص با شروع بحث‌های نسبیت فرهنگی و جوامع مالتی کالچرالیسم و اینا خزیده توی سنگر دفاعی که عملاً تبدیل شده به دفاع از عقب موندگی و دفاع از ارزش‌های دوگانه انسان و دفاع از حاکمیت مذهب و سنت بر جوامع و مردم محرومی که توی محیط‌های اسلام زده هستن. چقدر دخترایی که توی این محیط‌ها هستن قربانی میشن و چقدر
جوونا بچه‌ها محروم میشن از یه زندگی انسانی و استانداردی که توی سوئد هست. اینا باش مشکلی ندارن. این داستان به نظر من وقتی شروع شد که حالا دلایل تاریخی شد چرا اینطوری شده بعد از جنگ سرد میتونیم جداگانه در موردش صحبت بکنیم. وقتی شروع شد که جوامع اروپایی از یه جامعه‌ای که به قول معروف حقوق بشری یکسان و اینکه شما کالچر دامیننت داری، شما فرهنگ و ارزش ها و قوانین تعیین کننده داری، هر کسی نمیتونه بیاد اونجا به خاطر اینکه من مذهبمه قانون کشور رو لغو کنه، اجازه نداری دختر بچه رو منزوی بکنی از محیط های مختلف. اینا قانون جامعه بود و همه موظف بودن و دستاوردهای جنبش های مترقی از سوسیالیستی بود. اینا مجبور بودن انتگره بشن. من طرفدار مالتی کالچرالیسم به این معنی نیستم. فرهنگ یا تعدد فرهنگ زبان و لباس و رقص و موزیک و سلیقه غذاست. خب جامعه متنوع و هر کس باید آزاد باشه هر چیزی میخواد انتخاب بکنه. منتها زیر پرچم جامعه به اصطلاح تولرانت و مالتی کالچرالیسم هر نوع گند و عقب موندگی و چرکی رو در حاشیه جوامع اروپایی سازمان دادن. این ارزون در میاد. اینجوری ارزون تره شما فشار بدید خارجی‌ها که برن توی گتوهای ملی و قومی زندگی بکنن. آنتی گلوبالیزاسیون همینطور، مالتی کالچرالیسم همینطور، نسبیت فرهنگی همینطور. اینها تئوری هایی هست که حاکم است بر این چپ. ما شاهد این هستیم امروز که جنبش آنتی گلوبالیزاسیون به اصطلاح که نقدش به انحصارات بزرگه و هنرش اینه که از فروشگاه بزرگ خرید نمیکنه، میره از فروشگاه کوچیک خرید میکنه، طرفدار سرمایه کوچیکه، طرفدار کشورهای این هستش که پول بیشتر بفرستیم به این دولتایی که تو کشور به اصطلاح جهان سوم، نه اینکه فقر و محرومیت رو برطرف بکنید، بلکه به اینا بیشتر آوانس بدید و اینجوری میخواد تساوی در فقر و نکبت برقرار بکنه. اینها پرچم چپ حاکمه. شما یادآوری خوبی کردید. یک ریاکاری خیلی خیلی مشمئز کننده تو این به اصطلاح این مقاومت هست و اونم این هستش که تو خودت حاضر نیستی دخترت رو بفرستی تو این جوامع زندگی بکنه، پسرت رو بفرستی و خودت اونجا اگر به خصوص خانواده زیر سنی داشته باشی تحت تاثیر این تبلیغات مسموم زندگی بکنه، ولی برای بقیه مناسب میدونی. این ریاکاری، این استاندارد دوگانه است. حقوق انسان، حقوق زن جهان شمول. ما تقابلی داشتیم با این چپ در دل ممنوعیت حجاب کودک. گفتیم حجاب، به ما گفتن راسیستیم. کودک حجاب نداره، کودک مذهب نداره. ما طرفدار کوتاه شدن دست همه مذاهب از زندگی کودکان هستیم. سوئدی که مشکل داشت که کشیش سوئدی داشته باشه مجبور بود وارد کنه و کودکانی که توی روستاهای سوئد دهه 80 حتی نمیرفتن غسل تعمید بدن و اصلا مذهب به شدت به حاشیه رونده شده بود. امروز شما شاهد این هستیم که گتوهای اسلامی مذهبی باد میزنن. من میگم دلیلش بی افقی و به نظر من مربوط نبودن این چپ و این مقاومت به زندگی و سوخت و ساز طبیعی مردمه. هیچ کس توی جامعه سوئد، کسی که مغز و روانش آسیب ندیده باشه با تبلیغات اسلامی و تو محیط‌های اسلامی، حاضر نیست تو گتو زندگی بکنه. ولی این تئوری محکوم میکنه شما رو که تو اونجا زندگی میکنی و به نظر من استابلیشمنته، به نظر من پا به پای ساختاری هستش که سوئد بعد از سوسیال دموکراسی، بعد از فروپاشی دیوار برلین به خودش داده و اون هم جوامع موزاییکی هستش که تو حاشیه درست کردن. من یادم با شما صحبت میکردم، شما اشاره کردید، گفتید که نهادهای سوئدی میگن ما توی محلاتی نمیتونیم خونه سازی بکنیم به خاطر اینکه ما زیر فشار فرهنگ و سنت و اخلاق و تعرض اخلاقی اسلامی ها قرار میگیریم. اگه اشتباه نکنم اداره پلیس قرار بود که در رینکیبی یکی از محلات معروف همین حاشیه‌ای ساخته بشه که پلیس اعلام میکرد که ما نگران این هستیم که در حین ساخت این ساختمان آسیب برسونن و ما نتونیم اینو پایان بدیم با یه قیمت مناسبی.
این دروغ بزرگیه. ببینید ما تو دنیای زندگی میکنیم که اسرائیل بولدوزر میندازه رو خونه رو مناطق فلسطین نشین، از زاویه ضد انسانی دارم میگم، میندازه و هر جور دلش میخواد خونه سازی میکنه و دنیا هم صداش در اومده. جایی که شما از زاویه انسانی میخواید این جوامع موزاییکی رو بشکنید. به نظر من احتمال اون که کارمند پلیس یا هر کسی طرف خودش رو زده، ولی این ساختار سوئد این ساختار رو به خودش داد. این استبلیشمنت سوئده که جوامع موزاییکی و ما استاندارد یکسان نداریم، نسبیت فرهنگی داریم، حقوق آدمیزاد جهان شمول نیست و این چپ استبلیشمنت، چپ ساختار موجوده، مقاومت قانونی که بالاخره چپش اینجوری میکنه، راستش هم با عربستان و سعودی و با بالاخره اردوغان هم بخشی از همین سوخت و سازه با دموکراسی اومده و این چپ نه سوسیالیسته به نظر من و نه کمونیسته و نه حتی لیبرال نیست. لیبرالیسمی که تو اوایل قرن 20 با آزادی‌های سیاسی و با حقوق شهروندان و برابری حقوق شهروندان و حتی با منشور انقلاب فرانسه خانایی نداره که همه در برابر قانون یکسانن. در حال این متاسفانه وضعی هستش که هست. این چپ اجتماعی نیست. هیچ آدم معمولی حرفش رو قبول نمی‌کنه که این خیلی خوبه، این جوامعی که توی رو بذاریم باشه، راست میبره و این قوانین توی دل جوامع ترسیده که حقا دارن بترسن. توی جوامع احساس هیچ ابزار مقاومتی و هیچ جواب ماکسیمالی در مقابلش نیست. اینا رو میتونن قانونی بکنن. من خوشبین هستم که تحرکات دیگه صورت بگیره، ولی نه از طریق این چپ‌ها، نه از طریق جنبش آنتی گلوبالیزاسیون و رنگین کمان و آنتی دفاع از مالتی کالچورالیسم. ما جوامع موزاییکی نداریم. حقوق بشر یکسانه، حقوق انسان یکسانه. کسی حق نداره به خاطر مذهبش ممنوع بکنه آدمی زاد رو از معاشرت مختلف و بیاد رنگ خودش رو به جوامع انسانی بزنه. من مخالف این روندی هستم که دولت‌ها رو تو اروپا بی وظیفه میکنه و جنگ رو به پایین میسپاره. ولی اگه جنگ رو به پایین میسپاره، شما پایین باید سنگر ببندید، شما باید باش تو همون صد مقابله بکنی و در این حال این رو نشون بدی که اولا این ساخت خودشونه، این خود به خودی نیست. سالها از عربستان، شما عربستان سعودی رو داشتید که یک جامعه عقب مونده که دست قطع میکرد ولی ایزوله بود. چطور الان افسارش ول شده؟ خب بخش زیادیش همه ارتش آزادی بخش سوریه بودن که مسلحشون کردن. القاعده و مسجدی که توی مساجد عظیمی که توی کشور اصلی اروپایی هست و شبکه مافیای گردن کلفتی که از اینا تغذیه میکنه و اون پایین رو قربانی میکنن. اون مردم بیچاره رو توی گتوهای اسلامی فقر و محرومیت و اعتیاد و بیکاری و گنگ بازی اسیر میکنن. سطح بالاهاش بالاخره مراودات خودشون رو دارن. این به نظر من این چپ اجتماعی نیست، ربطی به سوخت ساز جامعه نداره. شما برید از هر کسی صحبت بکنید بگید که دارن جلو اسلامی رو میگیرن که کار خوبی میکنن. اسلاموفوبیا نداریم. اسلام یه مذهب مخربیه ولی مردم رو بهشون برچسب اسلامی زدن و جرم اجتماعی نوشتن باشون. این غلطه. ما محکومیت جمعی و مجازات جمعی مردم به خاطر اعتقاداتشون نداریم. اسلام اعتقاده، یه اعتقاد به نظر من ارتجاعیه ولی باید آزاد باشه. هر کی هر اعتقادی داره دستش از زندگی کودکان کوتاه باشه و جامعه مصون باشه، ولی کسی حق نداره از کسی بپرسه شما مسلمون یا بهش برگ مسلمون بزنه. مردم مثلا الان صحبتی از حقوق بشر مسلمان، خانمی هستش در لندن که از زاویه جایزه هم گرفته کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر مسیحی، حقوق بشر اروپایی، حقوق بشر اسلامی، مسلمان، یهودی، سیاه سفید نداریم. بشریه بشر و اینا دستاوردهای ماست، دستاوردهای دو جنگ مخرب جهانی که بیشترین قربانیانش اتفاقا تو اروپا بوده به اضافه روسیه شوروی اون موقع و اینا رو دارن بهش تعرض میکنن و متاسفانه یه چپ اجتماعی هست که تو پارلمان احزاب به اصطلاح خودشون تو احزاب سوسیالیست سعی میکنن که بکشونن دنبال خودشون، که اونم حال و هوای همین جنبش چپ عقب مونده به نظر من گذشته پرست رو داره.
منتها امکان برای به نظر من غلیان از پایین و مقاومت های با پرچم‌های ماکسیمال هست، منتها باید نقدشون کرد. به نظر من الان شما چی میخوان افشا بکنین؟ راست فاشیست و خود دولت اروپایی نمیخوان به قدرت برسه ولی نمیتونن جلوشو بگیرن، افسارش ول شده بهش امتیاز میدن. باید این چپ و این مقاومت رو به نظر من باید آگاهش کرد، باید باشیم گفتش که دست از سر این تئوری‌های ریاکارانه بردارید و همه ما موافق اسلام مذهب زدایی، همه مذهب زدایی هستیم، ولی این داستانی که اینا شروع کردن گفتم بر سر مذهب زدایی نیست، بر سر امنیت نیست، ولی بر سر مهار راست هست. راستی که تو هلند داشت به قدرت میرسید که راست میانه اومده، همه خوشحالن چون راست افراطی نیومده و آوانسی هستش که اتحادیه اروپا در مقابل برکسیت و ترامپ اینا داره به راست میده برای اینکه مهارش بکنه که من دارم این کارایی میکنم و به نفعت. این اتفاقی هست که داره میفته. یه موضوع دیگه هم که الان ما شاهدش هستیم اینه که به محض اینکه توی این مناطق حاشیه‌ای و مسلمان نشین بیشتر البته الان اتفاقی میفته، سعی میکنن که به عنوان نماینده این مناطق یه امامی رو از یه مسجدی میارن، بعدش مثلا یک نماینده از دولت میاد، اینا مثلا در اخبار تلویزیون بهترین ساعت پخش تلویزیونی و با بیشترین بیننده به عنوان نماینده اونجا اون یه ادعاهایی میکنه. خب طبیعتاً تقاضا میکنه که امکانات بیشتری به مسجد بدن تا بتونه اونجا فعالیت کنه، جلوی مثلا خرابکاری ها رو بگیره، جلوی جرم و جنایتی که اونجا صورت میگیره بگیره. آیا این گسترده هست توی اروپا یا اصولاً دیدگاه شما نسبت به این قضیه چیه؟ دقیقاً همون جوری که شما بهش اشاره کردید. ببینید دولت اروپایی میخوان حاکمیت داشته باشن، میخوان کنترل از دستشون در نره، نمیخوان کشورشون بمباران بشه، بورژوایی سرمایه‌داری هر چی هست، نمیخواد جنگ با یونان را بندازه، با انگلیس را بندازه، اسکاتلند و انگلیس اینا نمیخوان، ولی جریانات کنترل از دستشون میتونه خارج بشه. الان میبینیم که جریانات ساختار شکن همش شانس دارن، ساختار شکن از زاویه راست افراطی. هر چی شما به قول شما اشاره کردید صحبتایی که داشتیم که ترامپ میاد میگه که نجاتتون دادم از اوباما کیر و چند میلیون نفر بدون بیمه درمانی میشن و جامعه بخش محروم و فقیرش هنوز میرن پشت ترامپ. شما هرچه تعرض بکنید به ساختار موجود حتی از زاویه عقب مونده ارتجاعی، به خاطر اینکه مردم این ساختارها رو نمیخوان، تجربه کردن، دموکراسی شو دیدن، جنگ شو دیدن، همه اینا دیدن. تو این قدرتایی که حاکمن، دولت‌های از سوئد تا فرانسه و انگلیس، همه اینا میخوان کنترل بکنن، میخوان کنترل از دستشون خارج نشه، میخوان ابعاد خسارت رو به اصطلاح منیج بکنن. در نتیجه یه باجی به راستا میدن، ممنوع میکنن، اجازه میدن کارفرما هر تصمیم بگیره که قانون کار چیه و از اون طرف برای جلوگیری از به اصطلاح دامن زده شدن به یک نوع جنگ داخلی کنترل نشده و حمله به خودشون، حمله به میلیون ها فراری جوامع خاورمیانه رو که تخریب کردن، مهر اسلامی زدن بهش، پیشونیشون آوردن بهشون مهر اسلامی زدن برای اینکه کنترل بکنن راست پاشو دراستر نکنه. باج میدن به این همین شبکه مساجد و نمایندگان اسلامی و اینا میان که اینا خودشون سردمدار ارتجاع تا مغز استخون چرکن. اینا رو میارن برای اینکه بتونن به اصطلاح بالانس هارمونیک از زاویه منافع خودشون تو پایین رو بین راست و وضع موجود و چپ بتونن یه چپی که طرفدار همین امام هست بتونن ایجاد بکنن. اینا رو میارن برای اینکه نمیدونن با تصویب این قانون و با امتیاز دادن به راست تو شرایطی که این راست خودش رو عنوان یک جنبش ساختار شکنانه انقلاب سفیدها آورده بالا که یه اروپای آپارتاید اروپای قومی شده، ملی شده، مذهبی شده، با دیوارهای ملی بین انگلیس و فرانسه و یونان و ایتالیا و همه اینا این رو بخواد کنترل بکنه، باج میده به اسلامی ها، میاره چون که تقصیر اینا نیست و نمیدونم بعضی اینجوری از اون ور اینا رو بهشون امتیاز میده. نمایندگان خودگمارده هستن. ما مردم مسلمان نداریم، مردمی که اعتقادات اسلامی دارن منافع مشترک ندارن و این رو میارن بهش باج میدن
برای اینکه پایین رو کنترل بکنن، برای اینکه تعرض به بخشی از شهروندان بتونن کنترل داشته باشن روش. اگه اون کارو نکنن با این قوانینی که تصویب میکنن و این باج‌هایی که به راست میدن برای اینکه کنترل بکنن، خب دسته ای از فاشیست راه میفته و محلی رو که توش همین گتو سازی شده، مردم بیچاره بخش زیادیش اسیر شدن تو این سرنوشت و پیشونشون هم مهر اینو زدن که شما اسلامی هستی، همین خوبه برای تو، فرهنگت، نسبیت فرهنگی داریم، فرهنگ و مالتی کالچرالیسم داریم، این برای تو خوبه. اینا که اصلاح شدن میتونن بریزن اینجا، اینا رو بسوزونن، حمله کنن و خسارت بدن. همین الان شما تو آمریکا شاهد این هستید که هرچی ترامپ علیه خارجی و علیه اقلیت ها میگه، یکی از بخش هایی که بسیار ترسیده سیاهانن و سیاهان دارن میرن اسلحه بخرن، تمرین اسلحه میکنن، میگه از خودم دفاع بکنم چون فردا نمیدونم دستای کوکلوس کلان راه میفته یا نه، که ربطی به اسلام هم نداره. این باج دادن ها تلاش دولت‌هایی هستش که به زور خودشون رو نگه داشتن و هر کدومشون نمیدونن فردا انتخابات بشه یه پدیده معجون دیگه‌ای مثل ترامپ از توی صندوق‌های رای میتونه بیاد بیرون، برای اینکه مردم آسیان، مردم خشمگینن، مردم ناراضیان، مردم از بی‌مسئولیتی اینا و بی‌قدرتی اینا. تو رو واقعی هیچ کدوم از این دولت‌ها قدرت تثبیت شده ای نداره و خلای قدرت میتونه با هر جریان ارتجاعی پر بشه. اگر با جریان مترقی پر نشه، اتحادیه اروپا میتونست از این زاویه خیلی مترقی تغییر بکنه، ولی این تغییری که امروز داره میکنه تغییری از زاویه راست مخرب و تحمیل عقبگردی هست به خود جوامع اروپایی. میخوام بگم اینا به اسلامی ها باج میدن و مردم که اعتقادات اسلامی رو دارن به اصطلاح دست نوازش میکشن سرشون یا قانون علیشون تصویب میکنن، ولی جنگ بر سر اسلام و مسیحیت، جنگ بر سر اروپا و آسیا نیست، جنگ تو خود اروپاست، جنگ در دفاع از ساختارهای موجود، از دستاوردهای موجود و یا تخریب اینها هست. و به نظر من باید اینا رو گفت و سعی کرد که به مقاومتی که در مقابل این عقبگرد داره شکل میگیره به اینا پیوست. همین شما شنبه فردا شما تظاهرات، یکی از بزرگترین تظاهرات های تاریخ انگلیس رو در لندن دارید، اگر که به خاطر این عملیات تروریستی که دیروز شد، فکر میکنم پریروز توی جلوی پارلمان، اگه اون رو به خاطر اون تغییر نکنه، این حرکت خیلی بزرگی دارید. این تظاهرات ها میشه، این انرژی هست، این قدرت هست. متاسفانه به نظر من حاکمیت اون چپی که شما بهش اشاره کردید حرف ساختار شکنانه ماکسیمالی بزنه، باش کمه، فعلا کمه، بخشش تحت کنترل تو انگلیس تحت کنترل جرمی کوربینه که خودش دعای قدرت نداره و سعی میکنه که بالاخره یه جوری فقط نقش کنترل کننده داشته باشه. برای امیدوارم تونسته باشه. بله بسیار متشکرم خانم شهابی. خانم شهابی اگر خودتون فکر میکنید که چیزی مطلبی هست که مهمه که بگید. خیلی متشکرم. من فقط یه نکته میخواستم بگم، اگه کوتاه، برای ماهایی که تجربه حاکمیت جمهوری اسلامی رو داریم، مصائب حاکمیت اسلام رو دیدیم، در این حال این مخاطرات امروز رو هم میبینیم، به نظر من برای ما امکان خیلی خیلی زیادی فراهمه که بتونیم این پرچم رادیکال رو بلند کنیم و بتونیم فاصلمون رو از اعتراضی که تیکه میده به اسلامیا نشون بدیم. چطوری؟ به نظر من جنگ مذهب و بی‌مذهبی نیست، جنگ اسلام و شرق نیست، جنگ در دفاع از ساختار موجود و برابری انسان‌ها و همون ارزش‌های برابری که دستاورد بشریت بوده و به نظر من برای ما این امکان هست که توی غرب یه همچین نقشی رو بازی بکنیم.